درود. من صابرم. منم مهسا. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. ما اینجاییم با ویژه برنامه سالگرد عروسیمون. بله. که 16 مهر. 3 ساله که من با ایشون زیر یه سقف دارم زندگی میکنم و 3 ساله که من ایشون رو تحمل میکنی که آره اوکی. وقتی گذاشتم سوختی جزغاله شدی بهت میگم. نه شوخی کردم ببخشید. شوخی میکنیم با هم دیگه. نه کاریت ندارم. خب آقا اینو میکنم. نه دیگه بریم سراغ برنامه اصلی. به مناسبت سالگرد عروسی گفتیم یه برنامه خیلی خاص و مفرح برای شما تدارک ببینیم و اون چیه؟ Try not to laugh. بله. منتها با مجازات جان میخوام ضرر بزنم به جان و مالم. حالا مالا که هیچی، به جانم مجازات آتشین دوستان در واقع شاید باورتون نشه. این چی بود؟ لیپستیک بود؟ چی بودی؟ چیپستیک لیپستیک میشه روژ لب. آره. چیپستیک آقا چیپستیک؟ نمیدونم. چاپستیک؟ چی بود اسمش؟ بقرآن نمیدونم. حاجی چقدر سفته این. تند ترین نودل جهان، به والله به جون خودم اگر دروغ بگم اینا بازش کردیم خارجیه میگن تندترین نودل جهانه. آره. خب مهسا هم قبل از اینکه بیایم تو ویدیو یه تیکه زد سوخت. خیلی سوخت. هر کی ببازه یه کله میخوره. یعنی حالا هر چقدر اومد تو چاپستیکش دیگه. نه تا چاپستیک بخون تو اصلا نمیاد. خب باید بخوره دیگه. ببین چاپستیک چقدر سخته بچه‌ها. آره خب و دوغم آوردیم اینجا خودمون بچه‌ها. خب که بشوره ببره. چون میگن خیلی اذیت میکنیم دیگه. ویدیو رو شاید نتونیم ادامه بدیم. آره واقعا خیلی داستانه. یه کوچول بریم بیایم ببینیم چه بلایی سرمون میاد. Let's go. لایک ها، سابسکرایب و کامنت ها مثل همیشه بزنید، بتر کنید، حمایت کنید. چشو چالید دیگه سالگرد ازدواجمونه دیگه. به عنوان تبریک لایکی بکوبید و ساب کنید. بله. خب بسابید اون چیزا رو، دکمه حسابو. قلبم داره تون میزنه. خیلی تونده. مثلا بوشم بهم میخوره. آره نه بوش خیلی تونده حقیقت بچه‌ها. چه برسه به خودش. مثلا توندم خیلی بدم میاد. امیدوارم که حالم بد نشه. ویدیو رو نصفاش قطع نکنید. نه ان شاءالله که خیره. خب یه 10-15 تا ویدیوه، کاش کمتر بود. برام فرستادید و قراره پدرمون رو در بیارید. حالا تا جایی که کشید بدنمون ادامه میدیم دیگه. آره دیگه حاجی شاید نتونم واقعا. من تونت واقعا نمیتونم تحمل کنم. آماده اید؟ آره بسم الله الرحمن. سعی کن نخندی یادت نره. آها از الان 1 2 3. اما که میزان تحصیلاتتون؟ لیسانس زبان انگلیسی دارم. گرایش تیچینگ. تیچینگ. هلو. تانک یو. Oh wow, estamos aquí. در واقع چیه این شعر؟ فهمید چی شو بابا؟ فهمید چی شو؟ الان میتونم بخندم؟ آره. بخور اونایی که میبینن اونایی که میشنون. وای یادی خیلی چقدر دارک ویدیو ها. اون میمونه چی بود؟ چرا؟ 85 رو رد کرده بود. بخور. در واقع چیه این شعر؟ این در ارتباط با همون گنجشکه دیگه. بله. حالا اگر صلاح بدونید من هم با صورت بچگونه براتون اجراش بکنم. قربونتون برم، شما صاحب اختیاری. چیک برم گنجش همش تو جوش و جنبش. حالا من توی لونم دارم آواز میخونم. لونم توی درخته اگه باد بیاد سخته. خونم رو بیرون میکنه تخمم رو داغون میکنه. اگه بیاد زمستون دلم میشه پر از خون.
برفا بیچارم میکنن، یهو آوارم میکنن، هر جا برم دونه نیست. آخه این زندگی چیست؟ هیچی. به مو میرسیدید تو زندگی، برای اینکه پاره نشید میرفتید سراغ کی؟ چی بودی؟ ایوان صدا سیما بوده؟ وای آره برای صدا سیما بود. وقتی به مو میرسید برای اینکه پاره نشید، خب یزید حرفتو عوض کردی. موشه جان بفهمید من بزنم دهنت چیزو اینو. اوف اوکی. آقا کم بذار آقا. خب همین که بهش گیر کرده خوبه. همین بیا چیکارش کنم دیگه بچه‌ها، رحم میخوام بکنم. اصلا من نودل بدم میاد. نه بابا تو خورده بودی یه ذره. وای بخو بره پایین، چرا نگهش داشتی؟ من یه شاخه خوردم. بدو آه. وای تو چرا داری میخوری؟ حالا بد شد. دو قابلی ها. وای خودش عروش مزده میخواد. خیلی بده لامصب. خوبی؟ آره من درسته قورت دادم و خدا به داد شکمم برسه آخر شب به خدا. آماده ای؟ اوف بریم. کردیم یا نکردیم؟ کردیم. خیلی خوب. اونا هم کردن ولی چه؟ اونا هم کردن. 100% اونا هم کردن که ما باختیم. می داستان چیه؟ چیه؟ تایلند. اون فیلم رو دیدین تایلند رفته بود یارو گفت. آره اونا هم دارن دیگه. واقعا؟ خیلی هاشون. حرام نمیدونستم. دقت کن اینو الان. کردیم یا نکردیم؟ کردیم. خیلی خوب. اونا هم کردن ولی چه؟ اونا هم کردن. 100% اونا هم کردن که ما باختیم. اینو برای مردم میگم خیلی زنی. اینم برای خانوما میگم خانوما زنن، آقایون مردن. من چیز بگم اون اصلا واسه نیاد اونو بگیره، اصلا هدفش هم از همون اول لبه بود. نه بابا قشنگ اومد واسه لب. نخند وسطاش. نخندیدم که سرفه کردم. الان هم نباید بخندی. نه دیگه احساسش واسه تو توضیح میدادم. اوکی اوف برو. کنیزه یه خورده سینه و خوشگلیش زیبا بود، دست کردی سینه‌شو فشار دادی. اگه میخوای تقوی داشته باشی سینه کنیز مردم فشار نده پشت در. یعنی چه اینا؟ پوکر فیس. مادر دیگاهیدم فیل آج داره. تو خندیدی دوباره دیوز. درونی بود خندم. اینو زده بیا اینجا. دندونش اینطوری بود. آقا تو رو علی وای. بابا چرا اینو سفتش کردی؟ وای میخوای برام چنگال بیارم برات؟ خودش یه چالشه این لامصب. بذار من بکن. وای بیا اشکال نداره چیکارت کنم. آقا بسته دیگه این میزنی تو. وای بچه خودمون بودو تونتر میجو. میخوام باید بعدش من بخورم. بچه ببخشید. بودو واقعا انقدر تونده. خیلی بده. بچه من خیلی دارم خودم رو کنترل میکنم چون واقعا متنفرم از چیزتون. من فلفلم که میخوام بخورم میدم مهسا تست میکنه بعد من میخورم. این که فلفل دوست داره اینطوری کنه من دیگه چیکار باید بکنم؟
خوبی؟ خب بله. خدا آیسا، دیگه نخند آیسا، تو رو خدا آیسا. دیگه نخند. فیل آج داره. فیل یه دماغ بزرگ. چی میگن اسم یاروی فیلو؟ خارکوسه این یادش رفت. خورتوم. آره فیل خیلی قشنگه. آفرین. اون مامان اون یاروی فیل دیدی؟ چی فیل اون؟ مامان هیزم فیلو دیدی؟ هیزمشون چیه تو رو ابوالفضل یاروی چیز بیلش چیه خارکوس به جان قدیم یادم نیست چیه اسم یادم رفت. هیزم چیه؟ شیپور نه او شیهه اسب یادش نمیاد واقعا. آره این همه سخنرانی خارکوسه میکنه فیل آج سخنرانی فیل آج داره و کله داره و خورتوم. انقدر چی اون یاروی فیل دماغ فیل چی بهش میگن؟ نتون انسانی رو جلد 12 رو جلد 12 من گفتم کام منو تا درجات میبینید برای کارای وای چی بود این فیلم؟ چرا اینجوری میکنه؟ چی بود این؟ فیلم خاک بر سری. آموزش ها بود. اصلا اون برای من مهم نیست چیه. ببین این چیزی که برای من مهمه اینه. حاجی چرا اینجوری شده؟ وایسا. وقتی ترک میخواد اینو بخوره. خب بیا. حاجی تو رو قرآن. من خودم ترکم. جسارت نشه. بیا عزیزم. ببین یه چیزی بهت بگم، بعد از اینکه میخوری تا به خودت میای تازه میبینی داره بدتر میشه. من الان بیشتر از اون موقع که خوردم دارم میسوزم. چرا نشون نمیدی؟ دیگه خودم دارم کنترل میکنم. به کارهای بدت فکر کن. همینطور که داری میخوری. گرمم شد من. واقعا میخواستم برم بیارم تندترش کنم برات. بیارم تندترش کنم. صابر رو از دست دادیم بچه ها. ویدیو رو خودم تنهایی ادامه میدم. خیلی بد شد. این چه کوفتیه؟ اون بدترش من فکر کردم خوبه. بدترش میکنه انگار. وای این چیه؟ چطوری؟ برم بیارم سسشو بیشتر کنم. ولی ببین بسوزی بی‌حس بشی حال میده بخوری ها. نمیدونم. بعد این نودلاش کلوفتر از نودل ایرانیه. کلوفتر، یعنی آره. خیلی بیشتر حال میده به نظر. برم بیارم تندترش کنم. جانه من. بشین جان. بابا. چطور بود؟ خیلی سمه این حاجی. والا. آره خیلی بده. خیلی تنده بچه‌ها. اوکی. خیلی بده. بریم. منو تا درجات میبینید برای کارهای اداری. تو رو تو خونه مردم میبینم برای اداره کارهای تجاری. بشین شورتت زد بیرون پهلوون. بشین بلند نشو. شورتت زد بیرون اعتبارت رفت. نکن توشم که هیچی نیست. دوست دارم مهندس. آقا اسم شریفتون چیه؟ محمود. پس کلت پهن بود. دوست دارم محمود جون. بردارم بکش عورت. پس کلت پم بود. چی بودی؟ محمود. پس کلت پم بود. من همیشه با رضا فرشته خندیدم بچه‌ها. دمت خودتون گرم میدونید. رضا فرشته. بچه من واقعا بلد نیستم از چاپستیک استفاده کنم. صبر کن. خوب آوردم برات دیگه. ببین من الان بی‌حس شدم به جون خودم. به جون خودم. من بس سرخ بذار شدم. الان تندترش خودمو کنی. دارم میبینم. من سرخ شدم. سرخ شدی آره. خب بذار تندترش کنی پس. جان من. بیا. اینو فعلا بخور. بذار دارم قشنگ. تو مزه اینا واقعا تنده. نظرت چیه؟
آقا فکر کنم اینم کرمه توش. این دفعه رو گلوم تاثیر گذاشت به قرآن. میخوای لول بعدی رو تندترش کنیم؟ قرمز شدی صابر، خیلی قرمز شدی. نخند خب قوی باش. آخه دلم خیلی براش سوخته. رضا فرشته است. ولی بذار مرحله بعدش رو تندتر کنیم. این چه کوفتی تو رو قرآن. بابا دوغ آولیه. من همینجوری بدم از آولی. من فکر کنم بهتره ولی بدتر شد. نکنید هیچ وقت این ترکیب رو امتحان نکنید. این خونه معلوم نشه. دوست دارم. نه اشکال نداره که بی غیرتی دیگه. دوست دارم. عشق منی محمود. 26 دنا فوز نخندی تو؟ نخندیدی؟ هنوزم حساب بود. هنوزم حساب بود. حساب نبود. چیکار میکردی؟ حساب نبود چیکار؟ وقتی یه لرب میخواد از این بخوره. عقده‌ای من اونو نمیتونم بخورم. به جون صابر من اونو نمیتونم بخورم. اصلا بدم میاد از نودل کلا. تمرکزی کردم من. خیلی وای آقا من اونو به خدا تو دهنم جا نمیشه آخه. نصفشو بیا. وای نصفش. چی من گذاشتم؟ چند بار 3 بار خوردی داره؟ بچه اگر این مزه دیگه شد واقعا حالم رو میخوام. اگر مزه دیگه شد واقعا خوشمزه بود. قبول نداری؟ از این نودل کلوفتو من خیلی دوست دارم. من رو دارم میسونه اینطوری میکنم میخوام. چرا اشک کردی تو؟ حالم بده. بچه ها اشکش در اومد. بچه عشقم ببخشید. ببخشید من همش تخته شما. وای خوبی شم بخور بده پایین دیگه. یه ذره بود دیگه حالا همش که نخوردی. میشه بدم بیرون؟ نه بده. حالم خیلی بده. بده تو. یکی ساعت کاری نکن دیگه. بودو بچه ها لرزه به اندامش افتادن خدا. بابا یه ذره بود دیگه. بده بره تو پایین دیگه. نمیره پایین اصلا. چرا میره؟ بده. امشب ما قطعا درمانگاهیم. خیلی افتضاح بود. خدایا. خوب بود نظرت؟ گرمم شد حاجی. تو عرق کردی اصلا. خیلی بد بود. بچه اگر تون دوست دارید حتما امتحان کنید. خیلی چیز خفن باحالیه. واقعا خیلی تونده. و اگر مزه دیگه شو نمیدونم کجا سفارش دادین. اگر مزه دیگه هست من چند تا میخوام چون خیلی قطعا خوشمزه میشه. میگم این که اصلا مزه نداره. فقط تونده. اگر این مزه دیگه باشه چون کلفته چرا مو بهش چسبیده. خوشت اومده آقای میگی کلفته؟ نه یعنی عریض و حجیمه. چرا رو گوشم 3 تا خوردی؟ من یه دونه. نوش جونت. سومی که دادی قد 5 تا بود خودش. نوش جونت. آقا اینم از سعی کن نخندی منو مهسا بانو که مثل همیشه ایشون میبازه. چرا همیشه تو میبازی؟ به خاطر که تو جرزنی میکنی. جرزنی چی؟ آخرین چیزی که من دادی من نگه داشته بودم اینجا. 2 دقیقه دیگه میگذشت من میخوردم. آقا شما بگید جرزنی کردم یا نکردم؟ بگید. ویدیو تموم شده و به من نگاه کردی میگی نخندیدی. شما بگید. من جرزنی کردم. تو کامنت ها بنویسید من جرزنی کردم یا نکردم. بچه‌ها میگن ما اصلا کاری نیستیم اینجا. بله. لایک سابسکرایب کامنتتون نره. دوستتون داریم. کلی زیاد تا ویدیوی بعد. مخلص.